سلام، من و فرهاد 4 سال و نیم پیش با همدیگه ازدواج کردیم و توی خونه 60 متری 2 خوابه کوچیک زندگیمون رو شروع کردیم. حالا من اصلا چرا این موضوع رو گفتم؟ میخواستم برگردم به بحث علاقه فرهاد به چوب و کار با چوب. فرهاد از خیلی قدیم علاقه به نجاری داشت و خیلی هم تو این کار استعداد داشت. ما بعد ازدواجمون تصمیم گرفتیم که یه شرایطی رو واسه این علاقش فراهم کنیم که برای جفتمون هم برد باشه. تو یکی از اتاقامون تخت رو گذاشته بودیم، تو یکی دیگه لباسامون بود. تصمیم گرفتیم تخت رو جمع کنیم، مبلمون رو که تو حال بود و تخت خواب شو کنیم. یکی از اتاقا رو کردیم اتاق لباس که بیشتر شد اتاق من. اون یکی اتاقی که باقی موندم فرهاد اومد تبدیل کرد به یه کارگاه کار با چوب خونگی که حالا من میخوام همون کارگاه رو بهتون نشون بدم، همین که توش چه چیزایی رو داره درست میکنه. امیدوارم براتون جالب باشه. اینجایم که من نشستم دارم فیلم میگیرم همون کارگاه کار با چوب خونگی فرهاده که این پشت رو پرده زده چون من دیگه تو اتاقم جا نبود. اینجا تربیل منو توش گذاشتیم. این روبرو هم دقیقا میشه کارگاهش که دوست دارم خودش بیاد بهتون نشون بده. سلام، امروز اومدیم کارگاه رو بهتون نشون بدیم. اینجا رو چجوری درست کردیم. اینجا تخت خواب بود، زندگی میکردیم و تبدیلش کردیم به جای اینکه زندگی نکنیم. نورپردازی کردیم برای عکاسی. اینجا رنگکاری و اینا رو انجام میدیم. بعد فرز و دریل و اینا رو گذاشتیم و ابزارا رو روی تخت درست کردم برای ابزارا. میز خودم درست کردم. دو چوبامونه. 2 تا کار انجام میدیم اینجا. یکیش کار نقره است، یکیش کار چوبه. اینجا جا گربه‌ایه، اینجا هم جا فرهادیه. بعد کار چوب انجام میدیم و نقره. چوب و نقره هم انجام میدیم مثل اینا. پیرسینگ و گوشبرای نقره است. این چوب و نقره است دیگه. کله فضانورد، اینا هم نقره همونه. اینطوری وقتی میسازیم میریم توی این آینه که خودمون درستش کردیم. اینجا همه چی خودمون درست میکنیم. اینجوری تستشون میکنیم. قشنگه؟ خیلی خب اولین چیز چوبی که درست کردی چی بوده اینجا؟ اینجا وقتی وارد خونه شدیم اونجا درست نکرده بودیم. مبل و تخت و اینا رو خودمون درست کردیم. ولی خب قبل از اینکه بخوای اکسسوری درست کنی چی درست میکردی؟ هر چی که لازم داشتم دیگه. وسایل خونه، چیزای تزیینی. وسایل خونه رو چیار خودت درست کرده بودی؟ مبل و تخت و یه ویدیو هم میز و حتما بعدش میگیرم، اونا رو هم براتون میذارم. صندلی و از وسایل بزرگ دیگه الان رسیده به اینا، به وسایل کوچیک. من برم یه دونه این نمونه کارهایی که خودش درست کرده و گفتم استعدادشو داره بدون اینکه کلاس بره رو بیارم نشون بدم. یه دونه همون اولین چیزایی که گفتم درست کرده بود. میزد مثلا تو اینترنت یه عکس میدید، یه ویدیو آموزش میدید، میشست خودش با مقار و اینا هر چیزی درست میگه. البته یه جلسه آموزشی رفتم. 10 جلسه بود، من یه جلسه رفتم دیگه نرفتم. تو سومین مثلا هفته، دومین هفته، سومین هفته اینا رو درست کردم. فیسم بود. آره الان این یه دونه رو داری، از اون کارهای اولی است. خب اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.
اینا اولین ابزارهایی بود که من گرفتم. 2 مغار تخت، یه دونه چکش پلاستیکی. با همین شروع کردم. اگه میخواید کاریو شروع کنید از ابتدایی ترین ابزار شروع کنید. نیازی نیست همه ابزارا رو داشته باشید، همه چیزای خفنش رو داشته باشید، اونم تو گرونی الان. از همین چیزای ساده شروع کنید، کم کم ابزاراتون رو اضافه کنید. اگه حالا نمیتونید همه ابزاراشو داشته باشید، اینجوری هم میتونید شروع کنید. با تیکه چوبای کوچیک شروع کردم تا حالا کم کم هی ابزارهای بیشتر گرفتم و چوبای بیشتر و کارهای بیشتر یاد گرفتم و شروع کردم. نترسید، همین امروز شروع کنید. برید استارت بزنید با 200,000 300,000 تومان. مرسی. دیگه چیزی؟ قربونه. اینجا تو آینه